چیزی که الان قراره بشنوین روایت تجاوز گروهی به یکی از نزدیکای خودمه. قبل از هر چیز من متاسفم که این واقعیت قراره خیلیامونو ناراحت کنه و من تمام سعیمو کردم تک به تک کلماتشو بهتون برسونم بجز جزئیات تجاوزو. ببین گفتن اینا سخت‌ترین کاریه که دارم تو زندگی من انجام میدم، حتی سخت‌تر از چیزی که تجربه کردم. نمیدونم، شاید، ولی بهت میگم و تو باید قول بدی که به گوش همه برسونی. برو به اون خارجی یا غیر ایرانیا بگو چیزایی که شما پرونده جنایی میدونین تو ایران داره اتفاق میفته، چیزایی که شما هر روز میایین برای حقوق بشر ازش دفاع میکنین الان داره اتفاق میفته و شماها ساکت شدین. اون شبی که ما رو بردن انداختنمون توی یه سوله، قبلش هم خیلی کتکمون زدن در حدی که فکر کردم دیگه قرار نیست فردا رو ببینم. یه دخمه تاریک بود. من اولین بار بود بازداشت میشدم. فکر میکردم قراره ببرنم زندان، ولی بردنم توی یه دخمه تاریک که بوی خون میداد. باهات شوخی نمیکنم، به خدا قسم بوی خون میداد. من نمیدونستم خون بو داره. بچه‌ها رو مثل یه حیوان به دیوار زنجیر کرده بودن. باهات شوخی نمیکنم وقتی میگم بچه سناشون از 13-14 سال شروع میشد. تفلک‌ها از سر و روشون خون میچکید. بعد یه مش حرومزاده با صورتای پوشیده اومدن وسط، شلواراشون رو در آوردن و خندیدن. بلند داد میزدن آزادی میخوای؟ بیا، اینم آزادی. میفهمی؟ جلو چش همه مثل کفتار، مثل حیوان ریختن سرمون. میگفتن شما اسیر جنگین، مال ما این، هر کاری بخوایم باهاتون میکنیم، حتی جنازتون رو نمیتونه کسی پیدا کنه. صداتون به جایی نمیرسه. خانوادم 2 میلیارد پول دادن، به همه وابسته شدن، از همه کمک خواستن، به همه پول دادن تا فقط منو از اون تو بکشن بیرون. حالا هم بابامو دارن تهدید میکنن. هر روز زنگ میزنن میگن اون یکی بچت هم میکشیم اگه جایی حرفی به کسی چیزی بگی. راستی چیزی رو حتما بگو. هیچ کسی جز اون بیشرفی که دستور خامنه‌ای رو اجرا کرد، کشت، تجاوز کرد، زندانی کرد، مقصر نیست. و ازتون یه خواهشی دارم، اینو به همه بگو ساکت نمونید. ما اینجا داریم تیکه تیکه میشیم. اینا با تفنگ وایساده بودن بالای سرمون وقتی اون یکی داشت کارشو انجام میداد. اینا هر میخندیدن. اینا واقعا تجاوز میکردن. به دادمون برسید قبل از اینکه هممونو توی سکوت کوفتی دفن کنن. من از خودم و این زندگی حالم به هم میخوره. فقط نذارید این دردا بی صدا بمونه. تو رو خدا شمایی که خارج از ایرانید بجنگید، به خاطر ما، به خاطر من.